الو سلام زنم خوبین چه خبر؟ فردا چم سلام برسیم مامانم هم اینجا ساره انقدر دلتنگتون شده از دور میبوستتون فردا چم. آره زنگ زدم بگم بیاین این هفته اینجا که بیکارین. آره خیلی دلمون واسهتون تنگ پس مزاحم نمیشم دیگه. باشه خدافظ منتظرتونیم. بریم خدافظ. چته ماما چه مهمون دعوت میکنی کوری نمیبینی مهمون تازه رفتن دارم بساط جمع میکنم. خب بیان چی میشه مثلا دوست ندارم اینا بیان. چرا زمین داری یاسمن تو انگار مغز نداری. دوست دارم مغز رو کنم گوه بچپونم توش ببندم بذارم سر جاش فقط لیم دراز کرده. چطور خب حالا میان اینجا میریم باشون میگردیم خوش میگذره دیگه. تو خوش میگذره به من خوش نمیگذره. به من خوش نمیگذره. من آخر هفته قرار دارم با خواهرام میخوام برم ماسال. چرا نمیفهمی؟ چرا حالا خاله و دایی‌ها میان اینجا؟ دلم میخواد به تو ربطی نداره یاسمن دوست دارم فقط اینا آخر هفته بیان اینجا قلم پاتو میشکنم خوردش میکنم.